ساکنی 58 ساله جماعت دهاتی خیسته‌ورز ناحیه باباجان غفورов را مقامات میلیسیا شهر اصفهان هنگام به فروش برآوردن 3 کیلو 412 گرم ماده زهرآلود سیماب دستگیر نمود. برای چنین کردار در ماده 206 کدکس جنایتی جوابگری جنایتی پیش بینی شده است. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های فوری جستجویی، کارمندان شعبه یکی وزارت کارهای داخلی در شهر اصفهان معاملات غیر قانونی ماده‌های زهرآلود یعنی فروش مخفیانه متل سیماب را در حدود جماعت دهاتی خیسته‌ورز ناحیه باباجان غفورov آشکار نمودند. اخبارات اپراتیوی کارمندان میلیسیا در خصوص آنکه شهروند بابایف سیدعلی حاجیویچ سال تولدش 1961 ساکنی ناحیه باباجان غفورov جماعت دهاتی خیسته‌ورز غیر قانونی متل سیماب را در اختیار داشته مقصد فروختن آن را دارد تصدیق خود را یافت. شما گفتم میتوانید از کجا دریافت کردید سیماب؟ سیماب من در وقتی در شهر دوشنبه کار میکردم در همونجا و متالون پیرام میکردیم از قبطی همون ابرو دنیاها اون داشته گشته که بودم. گمان برشده در دو مرحله 2 عدد ظرف پلاستیکی دارای مایع جلودهنده را به معاملات برآورده است. مایع مذکور طبق خلاصه تشخیص کیمیایی ماده زهرآلود متل نوع سیماب بوده وزن عمومیش 3 کیلو 412 گرم را تشکیل می‌دهد. گمان برشده بر عوض این مقدار متل سیماب $600 طلب کرده است. در قلمرو جمهوری تاجیکستان از جهت زهرآلودی و خطرناک بودن به سلامتی معاملات متل سیماب غیر قانونی بوده با تهدید جوابگری جنایتی منع کرده شده است. از روی حادثه نسبت گمان برشده با ماده 206 کدکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز گردیده چاره پیشگیری در نمود حبس تطبیق شده است.